سلام، من ملیکا هستم. اینجا کانال تاپ لنز. میخوایم با هم فیلم های برتر سالی که گذشت رو بررسی کنیم. شماره 1 A Different Man محصول 2024 IMDb 6.5 یک درام روانشناختی درباره مردی با چهره‌ای متفاوت که پس از جراحی هویت جدیدی میسازه. بازی سباستیان استین خیره کننده است. IMDb 6.5 شماره 2 A Real Pain محصول 2024 دو پسرعمو برای یافتن ریشه‌های خانوادگی به لهستان سفر می‌کنند. ترکیب کمدی و درام با اجرای قوی. IMDb 7.3 شماره 3 کیور محصول 2024 درام مستقل درباره هویت جنسی و روابط پیچیده با تمرکز بر شخصیتی به نام لارا. فیلمی کم بودجه اما تاثیرگذار. IMDb 58 شماره 4 چالنجرز محصول 2024 درام ورزشی پرشور با بازی زندایا، رقابت تنگاتنگ دو تنیسور و روابط عاشقانه جذابیت‌های اصلی این فیلم. IMDb 7.5 شماره 5 سیویل وار محصول 2024 خبرنگاران در میان جنگ داخلی آمریکا برای ثبت حقیقت مبارزه می‌کنند. صحنه‌های اکشن و نفسگیر. IMDb 72 شماره 6 I Saw the TV Glue محصول 2024 فیلمی سورئال درباره نوجوانی که مرز بین واقعیت و یک سریال ترسناک را گم می‌کند. IMDb 6 و 8 شماره 7 The Substance محصول 2024 هولر ترسناک درباره زنی که با ماده‌ای رازآلود جوانی خود را باز می‌یابد، اما نتیجه وحشتناک است: خونریزی و تعلیق زیاد. IMDb 7.9 شماره 8 How to Make Millions Before Grandma Die محصول 2024 درام تایلندی احساسی درباره پسر جوانی که از مادر بزرگ بیمارش مراقبت میکنه. این فیلم باعث اشک‌های فراوانی میشه. IMDb 8.3 شماره 9 فیوریوسا اسپین آف مکس دیوانه با بازی آنیا تیلور در نقش فیوریوسا، اکشن‌های خشن و دنیای پس آخر از زمانی. IMDb 7.9 فیلم شماره 10 Evil Does Not Exist محصول 2023 درام زیست محیطی ژاپنی درباره تقابل طبیعت و توسعه شهری. فیلمی آرام اما عمیق با پایان باز. IMDb 7.2 شماره 11 The Bakeriders محصول 2023 درام گنگستری با بازی آستین باتلر و تام هاردی. زندگی خشن یک گروه موتورسوار در دهه 60 آمریکا. IMDb 7.1 شماره 12 Kinds of Kindness محصول 2024 فیلم آنتولوژی عجیب از یورگوس لانتیموس با بازی اما استون. 3 داستان تلخ و سورئال درباره کنترل قدرت. IMDb 7
فیلم شماره 13 نوسفراتو، بازسازی ترسناک کلاسیک با بازی بیل اسکارسگارد در نقش خوناشام، فضاسازی گوتیک و وفادار به نسخه 1922. IMDb این فیلم 7.4. فیلم شماره 14 آنورا، درام کمدی درباره رقاصه‌ای که با پسر میلیاردر ازدواج می‌کند. ماجراهای پرشور بعد از اون. برنده نخل طلایی کن 2024. IMDbش 7.8. فیلم شماره 5 فلو، انیمیشن فرانسوی درباره سفر گربه‌ها در جهانی پس آخر از زمان. بصری چشم نواز و داستان فلسفی. IMDb 6.9. فیلم شماره 16 دون پارت 2، ادامه حماسی علمی تخیلی دنیس ویلینو با بازی تیموتی شالامی و زندایا، نبردهای بزرگ و طراحی حیرت آور. IMDb 8.7. فیلم شماره 17 Sometimes I Think About Dying، درام کمدی سیاه درباره زنی منزوی که مدام به مرگ فکر می‌کنه. اجرای ظریف دزی رایس. IMDb 6.3. فیلم شماره 18 Perfect Days، درام ژاپنی درباره مردی که با سادگی به نظافت توالت‌های عمومی می‌پردازه. فیلمی آرام، تأمل برانگیز. IMDb 7.8.